حدیث نمبر 2. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. الحمدلله گفتند میزان یعنی ترازوی میزان پر میکنه. در اینجا در این حدیث شریف تو درس میگیریم که اگر یک کسی یک مرتبه میگه الحمدلله، اینقدر وزن ازی زیاد است و اجرش پیش الله زیاد است که وقتی در ترازوی میزان گذاشته شود، ترازوی میزان مکمل پر میکنه و از اعمال صالحه. از این خاطر ما و شما زیاد الحمدلله بگوییم، به خاطر ازی که الحمدلله معنای بسیار بزرگ داره. چی معنا داره الحمدلله؟ یعنی تمام نامهای عالی و صفات عالی، اون نامهایی که الله متعال او را چی کرده؟ تعلیم داده برای ما و شما، یا نزول کرده در کتاب خود، یا به یکی از بنده های خود او را تعلیم داده، یا در علم غیب خود او نامها را حفظ کرده. و صفاتی که الله متعال داره، تمام صفات کمال، اینمی تمام نامها و صفات کمال چی است؟ شایسته الله است. معنای الحمدلله امی هست که یعنی یا الله تمامی نامهای عالی و تمام صفات عالی که به جلال و عظمت تو شایسته هست، این خاص برای تو هست. از این خاطر الحمدلله بسیار معنای بزرگ داره و فضیلت بسیار بزرگ هم داره که انسان وقت میگه الحمدلله. و السلام علیکم.